عرض ادب خدمت تمام شما خوبان. امروز بازم آمدیم با جمله از دوستا دور هم جمع شدیم در یک عرض ادب خدمت تمام شما خوبان. امروز بازم آمدیم با جمله از دوستا دور هم جمع شدیم در یکی از پارک های ساکرامنتو که زیادتر دوستا دیگه معلومات دارند در این پارک و باز بخصوص دوستای در ساکرامنتو زندگی میکنن با خاطر این پارک بلد هستند دیگه پارک هوفمن است دیگه. این دوستای عزیز آمدیم با همه دوستا مگریج در جانم زدن، مرا در قصه گرفتن، این باز پنیر ما زدن خوخه نه است این قسم پنیر ما زدن دیگه. بعد ما ساعت 8 بجه صبح منتظر پنیر شیشته بودیم که آرای جان عزیز خیری بینه پنیر باز امیال رسان 10 بجه رسان 10 بجه که ما سم نوش جان کرده بودیم و یگان چیزای دیگه خیری بین. تشکر اینا دابل خوشحالی دیگه. بخیر باشین دوستای عزیز. اینال سلام علیکی شما میکنین اما تو خلاصه چطور یا اما تو دستجمی چه قسم؟ سلام کل دستجمی سلام احترامات برام سلام احترامات ما را از طرف ما هم پذیرا شویم. هر کسی که چینل از طریق چینل رحیمی صاحب ما را تماشا میکنن هم سلام ما را پذیرا شویم. السلام علیکم. همچنین سلام از طرف ما به همه دوستای محترم که چینل رحیمی صاحب میبینن. روز بسیار خوب است با دوستای بسیار محترم و گرامی در هوای خوب. امیدوار است همگیتون خوب و خوش و سلامت باشین. سلام خدمت دوستان عزیز، بینندگان عزیز، کسایی که ما را از طریق چینل رحیمی صاحب میبینن، انشالله که جور و صحتمند باشید در هر کنج دنیا که هستن. یک سلام خاص به دوستایی که در ساکرامنتو است و یک سلام خاص دیگر به تمام دوستایی که در خارج از وطن و در داخل از وطن است. انشالله که جور و صحتمند باشید، همیشه خوش و خوشحال باشین دوستان. تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت رحیمی صاحب، خدمت یوتیوبرای عزیزش که میبینن و بینندای عزیزش و همچنان دوستای عزیزم که در اینجا هستن. دکتر صاحب جواد، دکتر صاحب صافی، دکتر صاحب عارف، سروری صاحب، دکتر صاحب صابر خان و دوست عزیز ما عنایت خان، همیشه نامش از دست پیشم دیگه ابراهیم خیل صاحب. و امید که جور صحت سلامت باشین، بخیر باشین. دوستا لطف کردن جمع شدیم، انشالله که یک روز خوب خوش را با عزیزا داشته باشیم. تشکر میکنم عزیزا که اینقدر قدر و با اینقدر زحمت کشیدن. تشکر. رحیمی صاحب چای زعفرانی بسیار مزه‌دار، بسیار چای بسیار لذت بخش از زعفران ولایت هرات است فکر کنم. درست است صابر جان؟ بله از ولایت هرات، از زعفران هم اصلی. ابراهیم خیل صاحب شما چیز گفتنی دارید؟ سلام علیکم خدمت رحیمی صاحب، خدمت تمام دوستا. خوش شدم که همراه دوستای عزیزم یک جای شدیم و هر یکی از دوستا غذاهای بسیار لذیذ و خوشمزه را آورده. انشالله وقت خوبی با هم داشته باشیم و همچنان یک مسابقه والیبال هم همراه دکتر صاحب داریم، ببینیم که نتیجه والیبال ما چطور میشه. و بازم تشکر از همه دوستا، زنده باشین. الله حافظ. دوستای نازنین، ما امروز خوب برنامه داریم. این خو مسئله برنامه همون چای صبح ما شما بود. چای صبح به خاطر دوستا را گفتیم نخورن در خانه و وقتر بیان و جای بگیریم و بعداً پارک شاید بیرو بار شوم دیگه. با خاطر چای صبح نوجوان کردیم. انشالله رحمان برنامه غذای چاشتم داریم. باز جریان ازی به خاطر ازی که بعد از غذا یعنی راحت باشه دوستا، والیبال هم داریم. بسیار خوب برنامه جالب داریم. میبینیم دوستا را از زیر زبانشان گپ میکشیم. بسیار قصای جالب دارن، شاید قصای جالب خدا بکنن دیگه. میبینیم ابراهیم خیل صاحب شاید قصه داشته باشه، هرچی باشه جوان ماست در بین ما. نوجوان بگویم ابراهیم خیل صاحب خودتا یا جوان بگویم، اما قبس هست ها دیگه یاد از سابقه را باز بکنم دیگه. جناب دکتر صاحب خودت چی گفتنی داری درباره خب بعد از والیبال با ما باشین جاینر دوستای عزیز. ما فقط این پنیر مینی بار چهارم است که من دازم نوش جان میکنن میزنن پنیر دیگه. با ما باشین جاینر نورای دیده. بخیر باشین.
باش که دوستا بریم ببینیم که چی گپا هست، دوستا چی میکنن. واه 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 واه، نام خدا نام خدا نام خدا. اینا فکر که ما دیگه از جمله همکارای تنبلشون هستیم. به خدا کلگی فعالیت داره و ما قرار شیشتیم. واه واه، سلام برسه سلام برسه. جناب دکتر صاحب بزرگوار چی کردین بیادر؟ شروع شامی سه بخیر. شروع شامی. بخیر شامی ولی کباب تکه دیگه آماده شده بخیر دیگه. یگان 10 دقیقه بعد بخیر کوره را زغالش تازه کنیم. نام خدا نام خدا نام خدا. اینه بعد اینا دیگه نام خدا در کار خود فعال بودن و ما خبر نیم. ما دیگه در قسم مصروف شدیم کتی دوستا. امی یک سوال داشتم. در می وقت زمانی که شما مثلا کباب میکردی کدام خاطره خوش خاطره جالب دارین یا نداره؟ جناب دکتر صاحب عرفان خودت کدام خاطره خوش جالب نداشتی ازی؟ والا یک خاطره که برام جالب است که بارای شاید دفعه اول دوم سوم یا تا شاید تا دفعه چهارم بسیار کبابای عجیب غریب پخته کردیم. مثلا میوانم داشتیم مکمل سوخته دولا سوخته از پیش ما. دیگر دفعه مثلا کوشش کردیم که ذره کمتر شد آتشش خام مانده. دیگر دفعه مثلا بسیار شور شده. بسیار خاطرات جالب از کلی باز تا وقتی که فهمیدیم که مثلا به کدام اندازه باشه، مثلا رختیش به کدام اندازه باشه، حرارتش زغالش بسیار چیزای جالب داره. مثلا حداقل 4 دفعه بسیار کبابای عجیب غریب پخته کردیم. دیگه حالی باز خوب از میفهمیم که چه رقم باشه. دکتر صاحب غرض چطور مچ بخی هم نظر دادم میگم داور خودم من میسوزم گاهی آتش زیاد میشه و گاهی من یک خاطره دارم رئیس من حدودا 15 روز پیش دیگه خانه قبل از ماه مبارک رمضان بود. ما بیراد اینا کوبیده میگن، اینا شامی میگن. شامی جور میکردم یک کار کردم در سر آتش گذاشتم این میرخت سیخ. زنگ زدم دکتر صفی با ما گفت که اول کراس خور نگفت که هیچ کار کنم. باز گفتم وعده دادم برای گفتم کار میکنم. فیک چتال کردن سیک خودتون در رئیس بر او بدر این دستار که چتال میکنه خودت بگیر. خب بار شورا خیر از این خودتون بگیر نه خب بدر این خو اکثر داره دیگه خودت چی بگه سیک. خلاصه دکتر صفی به من اول کوآگاه نگفت. بعضی کو به داخل آرد بزن که دیگه نریزه. و بالاخره آرد ریختم و امو روز نزدیک افطار بود. یک چیزی شد و امو سیخای کباب کوبیده را گرفتیم خوردیم و دکتر صفی تا وال به ما نگفت. امروز شیشتم و دکتر صفی که رمز پختن از اینا رو یاد بگیرم. و نشد دیگه
حالا یاد گرفتی دیگه حالا یاد گرفتی دیگه بیا چربی رو بتن چربی رو بتن واه 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 دکتر صاحب شروع کردین بخیر بخیر شروع شد بسم الله کده دیگه خدا کنه که نره بسیار عالی بسیار عالی همین خوشبویش خدایی طرف آمده این کورگا که مرا میگی این کور مربوط خودت است این کورگا مربوط به کباب تکه است کباب تکه بسیار خوب او اشامی بود او شومی بسیار عالی بسیار عالی نوش جان امو پولیت امو چی سامورم بته اون دیگه چی را میتونه این میره واه 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 نام خدا نام خدا نام خدا چی یک دوغه دوغ وطنی است رحیمی دوغ صاحب. وطنی است بسیار عالی بسیار نانا عالی بادرنگ دوغ بادرنگ است. دوغ بادرنگ نانای است. تازه. نانای تازه نانای بسیار خوب بسیار خوب مرا بس. بس شر شد دوستا عزیز حال دیگه شروع شد بخیر پخته کردن کباب جای شما نازینا خالی دیگه واقعا انشالله الرحمن روزی برسه که همه دوستا در کنار ما باشن چطور جناب دکتر صاحب جناب دکتر صاحب بسیار زیاد به زحمت خدا ساخته واقعا کل ما شما یک دیگه ایتو خوب هم یک شامی مزدار جای ازا خالی نمتو جور کرده میریم ما در او طرف هم اینا دوستا هست و دوستا هم فامیلی مصروف هستن ها دکتر صاحب صاحب که چرا پیت دیگه جناب آرش جان عزیز کدام گفتنی نداری بیادر درباره کباب درباره قصه دکتر صاحب ما چون در قصه دکتر صاحب خونه بودیم بودم در قصه دکتر صاحب بودم خب دکتر صاحب همیشه قصه شیرین داره و قصه همیشه شیرین قصه داره خوب میکنه نمیکنه قصه خدا دیگه واسه بازو یک کمک شارت قصه میکنه شارت نمیکنه کلش قصه برمایش میکنه. ما بله، قصه کنه بله، بله. و تشکری میکنیم بسیار زیاد شامی مزدار جور کرده واقعا جای دوستا زحمت خالی میکشه جای دوستا دوستا خالی خالی بخیر باشید امیل تشکر قربانت دیگه امید که به تبتون باشه انشالله این صابر خان ایزام فامیلی ایسو مصروف کباب تکه است همونطور است نه پوری دیگه سلام برسه برای تمام بیننده های چینل انجینیر صاحب رحیمی دیگه امروز ما چون که زحمت کشیدیم یا نکشیدیم بدر ساعت ما تیر شده دیگه اصلا مطلب موجود بود که با دوستا بشینیم و وقت خدا سپری کنیم و دیگه خدا کنه که کباب شامی را خوش کنن دیگه دوستای ما بسیار مزه دیگه داره. بازم تشکر از همه دوستا که از طریق چینل انجینیر صاحب رحیمی ما رو تماشا میکنن بخیر باشید زنده باشین سلامت باشین دیگه با ما باشه دوستای نازنین جای نرین انشالله خوب تصویرکا داریم دیگه ببینیم که دوستا دیگه کدام گفتنی هایی داشته باشن شاید قصه هایی داشته باشن از جناب دکتر صاحب قسم باز از قصه جناب دکتر صاحب جناب دکتر قصه های نوکری والی هایی که کتا اروا و مردا که جنجال کرده بودوش خوب باشه دیگه دوستم داره که این قسم قصه رو بشنوه بشنوه بله بله بازو را قسم میکنیم با ما باشین نورای دیدم